این قصه مثل تمامی قصه های روایت بر اساس واقعیته. سلام، آرمینم، متولد 3 شهریور 1370. سال 1390 بود که من یه وقت آرایشگاهی داشتم از پاساژ میری میدون تجریش. یک مغازه‌ای بود که آرایشگرش هم اون موقع خیلی معروف بود به اسم علی. قرار بود برم موهامو بزنم. ساعت مثلا 3 و 4 و اینطورا بود. اون موقع بازار فیسبوک خیلی داغ بود. اون موقع از اینستاگرام و اینا نیومده بود و همه توی فیسبوک فعالیت داشتن. صبح به صبح چششون رو باز می‌کردن. آدم‌ها توی فیسبوک بودن. حالا نمیدونم چه تعدادی از شما اون دوران رو خاطرتون هست یا نه. در مسیر آرایشگاه بودم که تلفنم زنگ خورد. شخصی به اسم آتوسا زنگ زد و گفتش که من دختر خاله بنفشه هستم. بنفشه از نظر نسبت خانوادگی میشه دختر عموی پسر خاله من. یعنی فکر کنید شما یک پسر خاله‌ای دارید، اوکی؟ یک دختر خاله‌ای دارید و این آدم میشه دختر عموی اون پسر خاله دختر خاله. پس آتوسا میشد کی؟ دختر خاله دختر عموی پسر خاله من. اوکی، یعنی نسبت فامیلی بسیار دور، ولی من اصلا نمیشناختمش. بنفشه با اینکه نسبت فامیلی نسبتا دوری به من داشت، اما خیلی با هم اون موقع نزدیک بودیم. یعنی اون موقع هنوز ازدواجم نکرد بود، الان ازدواج کرده که دوستای بسیار خوب منه. اون موقع با همین پارتنر الانش که اونم از رفیقای خوب منه، با هم دوست دختر دوست پسر بودن. حالا با هم درد دل میکردیم، اون با من حرف میزد، من با اون حرف میزدم. بالاخره بعضی وقتا آدم به یک دوست جنس مخالف نیاز داره که خیلی هم بهش حسی نداشته باشه و بتونه باهاش احساساتش رو به شراکت بذاره. بنفشه از من 6 سال بزرگتر بود، یعنی متولد 1364. آتوسا به من زنگ زد. خودش رو دختر خاله بنفشه معرفی کرد و گفتش که من یک مشکلی واسم توی فیسبوک به وجود اومده و بنفشه گفتش که تو خیلی اطلاعاتت راجع به فیسبوک و اینا خوبه و اینا، اگه میتونی به من کمک کن. منم اون موقع اهل عشق و حال و اهل والا نسبت به سن خودمون دختربازی و فلان و اینا. بی بابا بزرگی هم ما داشتیم اون موقع، پدر بزرگ من اون موقع آمریکا بود و خونش اینجا، کلیدش دست من بود. منم همش با دوستام اونجا اشغال میکردیم دیگه، جمع میشدیم، حالا یه چیزی درینکی میخوردیم، پلیستیشنی بازی میکردیم. اشغالای نسبت به همون سن و همون دوران، شاید 20 ساله های الان خیلی اشغالشون فرق بکنه، ولی اون موقع اشغالا در همین سطح بود دیگه. نهایت دور هم جمع میشدیم و رفیق تو میآوردی و کلی هم از همسایه ها میترسی دیگه یه وقت نگاه نکنن و مثلا یواش بیاد آسه بره و اینجوری بود کلا اون سیستم. و خیلی اون موقع من از این دریچه به زندگی نگاه میکردم که من خیلی آدم مهمی هستم و مثلا حالا خیلی هم حالا اینو تحویل نگرفتی این آدمه رو. یه جورایی سنگ‌قلابش کردم، گفتم که چقدر خوب، من خیلی خوشحالم از این که باهات صحبت میکنم و خیلی خودم و شیرین و دونجوان و اینا نشون دادم و گفتم که ببین من الان دارم میرم آرایشگاه، خب ولی قول میدم که سریع برگردم خونه مثلا ساعت 5، من ساعت 3 وقتم بود، ساعت 5 برگردم خونه و حتما باید تماس بگیرم. گفتش که باشه حتما و من باید تماس میگیرم و ببخشید فقط مزاحمت شدم. گفتم وای نه این چه حرفیه، چه صحبتیه، تو عزیز دلمی، بنفشه هم خیلی واسه من قابل احترام، بنفشه رو خیلی دوست دارم، دختر خاله و دختر خاله ما، این حرف. من به آرایشگاه رو رفتم و موامو کوتاه کردم و توی مسیر برگشت بودم. یکی از دوستای بسیار صمیمیم که هنوزم بسیار باهاش صمیمی هستم به اسم امیرحسین رو اونجا دیدم. خونه امیرحسین توی اقدسیه بود. امیرحسین رو دیدم و گفتم که امیرحسین من باید واسه بچه هامون کیان؟ بچه هامون کسایی هستن که ما باهاشون چهارشنبه ها فوتبال بازی میکردیم. من هر هفته چهارشنبه به چهارشنبه فوتبال بازی میکردم
مسئول زمین من بودم. یعنی چی؟ یعنی هماهنگ کننده زمین، یعنی کسی که زنگ میزد، زمین رو میگرفت، کاورا رو میشست، کاورا رو میآورد، تیما رو تقسیم میکرد و از این قصه. توپ رو هم من همیشه خریداری میکردم، از بچه‌ها دنگ میگرفتم و توپ رو من خریداری میکردم. توپمون نمیدونم سوراخ شده بود، به اصطلاح بچه‌های اون موقع همسن و سالای ما سوت شده بود، یعنی رفته بود توی مثلا شوت زده بودیم افتاده بود توی باغچه‌ای توی خیابونی و دیگه نتونسته بودیم پیداش کنیم. توپ رو ما گم کرده بودیم و من مجبور بودم که یک توپی بخرم. اون موقع خیلی ها یادشون هست ما نمایندگی رسمی نایک داشتیم، نمایندگی رسمی آدیداس داشتیم. یعنی شما میرفتی مثلا نمایندگی فیشر، نمایندگی نایک، نمایندگی آدیداس، پوما، ریباک، میرفتی اونجا و رو سایت نگاه میکردی کدوم نمایندگی رسمیه و شما خریدتو انجام میدادی. نمایندگی نایک و آدیداس روبروی هم بود. منم تصمیم گرفتم که من همیشه نایک باز بودم، گفتم میرم نمایندگی آدیداس رو نگاه میکنم، بعدش میرم نمایندگی نایک. امیرحسین رو دیدم، امیرحسین گفت کجا داری میری فلان، گفتم که دارم میرم توپ بخرم. امیرحسین هم عشق لوازم ورزشی و اینا بود، گفتش که چه خوب منم میام اونجا، مثلا سالمون یه خورده بالاتره، اون رو با هم نگاه میکنیم، آدیداس هم نگاه میکنیم، نایک هم نگاه میکنیم، قیمت هم خیلی بالا نبود. امیرحسین با هم رفتیم، ما اونجا توپا رو دیدیم و کلی چرخیدیم و فلان و گوشی من باتریش تموم شد. متاسفانه گوشی من باتریش تموم شد و من اصلا فارغ از این که قولی دادم به آتوسا، وعده ای دادم که باید باهاش صحبت کنم و اصلا هم واسم مهم نبود، صادقانه که همچین قولی دادم. درسته که خیلی خودم رو شیرین نشون میدادم، ولی خب خیلی اون موقع تو فضای یک پسر 20 ساله‌ای که یه خورده از همسن و سالاش بیشتر تو اشغال و برنامه است، خب یه خورده به اصطلاح کلمون باد داشت دیگه. من هلوش ساعت 6 مثلا 6 و نیم اومدم خونه و گوشیم شارژش تموم شده بود. گوشیم زدمش به شارژ و دیدم که کلی پیام از دست رفته و مسیج و اینا آمده واسم. زنگ زدم به آتوسا، گفتم که وای ببخشید من ماشینم پنچر شده بود و خیلی فلان و خیلی بیسار و گفتش که نه خواهش میکنم این چه حرفیه فلان اینا. یه خورده هم بهم تیکه انداخت و همین شد که من فیسبوک آتوسا رو اد کردم. اون موقع فالو و اینا نبود، اد بود. ادش کردم و دیگه همینجوری هم تو فیسبوک هم بود، نه بهش پیامی میدادم نه چیزی. تولدش 5 اسفند بود، تولد برادر من هم 5 اسفنده، ولی خب با اختلاف سال 5 سال. آتوسا متولد 5 اسفند 1369 بود. 5 اسفند شد و من یهو دیدم فیسبوک هم تولد برادر من آیدینه هم تولد آتوساست. زنگ زدم بهش و تولد عید شما مبارک و نمیدونم کلی شعرهای چرت و پرت به هم چسبوندم خوندم و اینم که گفت وای ممنون خیلی لطف کردی اصلا توقع نداشتم. و فرداش به من زنگ زد گفت ببخشید من دیروز توی شرایط خیلی بدی بودم. حالا من اینم تو پرانتز بگم چجوری به من زنگ زد. موبایلم رو من توی اسکی گم کرده بودم، من اسکی میکردم اون موقع، اسکی آلپاین. توی پیست گوشیم از جیبم افتاده بود. آتوسا که دیده بود من باهاش حرف زدم و یه عالمه هم حرف زدم و هیچ حرفیم رو متوجه نشده بود، حالا میگم به چه دلیل، زنگ زده بوده به بنفشه که من هرچی به موبایل آرمین زنگ میزنم نمیتونم باهاش صحبت کنم. این دیروز به من زنگ زده، تولدم و تبریک گفته، یه سری چیزا گفته، من اصلا یادم نیست چیا گفته. بنفشه هم شماره خط اتاق من اتاقم اون موقع یک تلفنی داشت به آتوسا میده. آتوسا زنگ زد به خط اتاقم و گفت ببخشید من یک مشروبی گرفته بودم از یک کسی توی شمال، من دانشجوی شمالم، از یک کسی مشروب گرفته بودم و این مشروب گویا قاطیماتی داشته و ما هممون هنگوور شدیم، اصلا یادمون نیست که دیروز چه اتفاقی افتاده. گفتم راستشو بخوای خیلی چیز پرواضحی نگفتم، یه مش اراجیف رو چسبوندم کنار هم و یک سری جمله ها استفاده کردم و تولدتو تبریک گفتم. این قضیه همانا و من با آتوسا دوست شدم. ذره ذره همینجوری رابطه ما پیشرفت کرد، رفت جلو، با هم دوست شدیم، قرار گذاشتیم، رفتیم این ور رفتیم اون ور تا به هم علاقه‌مند شدیم.
دیگه من توی 20 سالگی بعضی وقتا باید خانواده رو میپیچوندم، اصرار میکردم، التماس میکردم تا اجازه بدن من برم شمال و دوست دخترم رو ببینم. شما نگاه نکنید الان 20 ساله های الان خیلی کارا رو میتونن بکنن، مادر پدرشون خیلی اجازه ها رو بهشون میدن. ما اون موقع اجازه نداشتیم واقعا. نمیخوام بگم زمان ما اینجوری زمان اصلا فرق میکرد، میدونی سیستم کلا فرق میکرد. من برای اینکه با اتوبوس بخوام برم دوست دخترمون ببینم که هیچ وقت یادم نمیره اولین دیدارمون، اولین مسافرتی که من تو اتوبوس سوار شدم و رفتم اونجا، استرس داشتم نکنه خونه ای که داریم اجاره میکنیم بریزن توش ما رو بگیرن، نمیدونم به جرم نامحرم و از این چیزا. حالا اتفاقی هم نیفتاد چون خونه رو از یک دوست مازنی ما اجاره میکردیم که اصلا این شایعه هایی که راجع به مازنی ها و اینا بود اصلا روی این آدم صدق نمیکرد. یعنی واقعا همه جا به معنی جد خوب و بد داره واقعا. یعنی اصلا تو نمیتونی بگی این استان بدن این استان خوبن. من اون موقع خب تبلیغاتی که شده بود فکر میکردم که اینا قرار ما رو بفروشن و بیدلیل. حالا ما با هم همینجوری ذره ذره دوست شدیم، رفیق شدیم تا اینکه 1 سال گذشت، 2 سال گذشت و وارد سال 3 شدیم. رابطه ما اینجوری شده بود طی این 3 سال که انگار اون سواره و من پیاده. یعنی یک جوری به من تحکم داشت، یک جوری من رو تحت کنترل خودش گرفته بود این آدم که من واقعا دچار کمبود اعتماد به نفس شده بودم. یعنی واقعا اصلا نمیتونستم این آدم رو به جدایی بهش فکر کنم. بعضا مثلا مورد تحقیر واقع میشدم، حتی خیلی منو تحت کنترل داشت، خیلی مثلا چک میشدم، من گوشیم چک میشد، همه چی. و خب این اتفاقات بود تا اینکه یه روزگاری درس این آدم تموم شد دیگه، کامل اومد تهران که کرج بودن، مهرشهر زندگی میکردن ولی اومد تهران و توی بولوار کشاورز بودیم. هیچ وقت یادم نمیره یه سری دوره های معماری رو داشت میرفت این آدم توی بولوار کشاورز و به من گفتش که دست از سر من بردار دیگه. من اونجا یهو انگار یک تلنگری به من خورد، انگار یک نهیبی به من وارد شد از اینکه من این آدم رو خیلی انگار تحت فشار گذاشتم. حتی اون موقع این دیدو داشتم که من چیکار کردم، ببین چقدر من خودم رو کوچیک شمردم که باید همچین دیالوگی به من گفته شه و حقو اصلا در فحوای کلام به اون دادم. قبل این اتفاقاتم همش بحث این بود که چرا ازدواج نمی کنیم و باید ما ازدواج بکنیم و بعد خب مادرش دوست قدیمی مادر من بود، یعنی دوست جوونی های مادر من بود. مادرش هم خیلی خوب منو میشناخت. خب یک نسبت خانوادگی بسیار دوری داشتیم ما با هم دیگه، پس در نتیجه خانوادگی هم دیگه رو میشناختیم. همین بحثی که ما باید ازدواج کنیم رو من با مادرش مطرح کردم و مادرش گفتش که چی باید ازدواج کنیم، شما هنوز بچه این. خب ما 23 سالمون بود واقعا و منم همون موقع به اتوسا میگفتم که ببین ما بچه ایم هنوز، بابا ما هنوز کاری نکردیم که بخوایم ازدواج کنیم. و همین هم شد و مادرش حقو به من داد، گفت نه چرا ازدواج زوده فلان، تا رسید به این که این آدم گفت به من 2-3 هفته فرصت بده تا من خودم رو پیدا کنم. توی اون 2-3 هفته حالا بگذاریم که من رفتم تا شمال، فهمیدم مثلا با دوستاش دختر پسری جمع شدن با هم تو شمال، میخواسته من موی دماغش نباشم. حالا ما میگیم که دوست، ایشالله که دوست بوده باشه. و اصلا اینجوری بود که این آدم فقط انگار میخواست که یک زمانی بخره که به عشق و حالاش که در این 3 سال سرکوب شده انگار برسه و این سرکوب هم از جانب من نبود، خودش این روند رو شروع کرده بود و منم متعاقباً همون کار رو میکردم دیگه. میگفتم خب چیزی که واسه من بده واسه تو هم بده دیگه. و آدم و موقعات تو یک لوپ باطل میفته وقتی تو این بازیای عجیب غریب رابطه گرفتار میشه. من 2-3 هفته با دوستا کاری نداشتم تا اینکه شمال رفتم ببینم چه خبره. فهمیدم دختر پسری اونجا، من دیگه
معده درد شدیدی گرفتم، خیلی معده‌ام درد گرفت، دچار سندروم روده تحریک پذیر یا IBS شدم. انقدر به این درد بی توجهی من کردم که این IBS تبدیل شد به IBD، یعنی توی قسمتی از رودم من دچار زخم شد، حتی خونریزی داشتم. دیگه کلونوسکوپی اندوسکوپی اینا انجام شد و خب خیلی خطرناکه IBS اصلا به اون صورت خطرناک نیست، ولی IBD چرا خطرناکه و از اون موقع من هر چند سال یک بار دارم اندوسکوپی میشم و باید هم چنین باشه، روند اینجوریه. دیگه آتوسا برگشت به رابطه، 2-3 هفته فرصت رو من بهش دادم و دوستان بهم میگفتن آقا چرا داری به این فرصت میدی؟ این رفتش قالاشو کرد دوباره برگشت فلان. گفتم نه اینجوری نیست، من که به چشمم چیزی رو ندیدم فلان بیساره. یه دوستی داشتم اون موقع اسفندیار، میگفتش که الان هم البته دوستمه، میگفتش که خب آقا نکن این کارو، من کشیدم، من این اتفاقا واسم افتاده، از من بزرگتر بود، میگفت نکن این بلاهایی که سر من اومده سر تو نیاد. میگفتم نه من چیزی رو به چشمم ندیدم. بهرنگ دوستم همینطور، همشون به من میگفتن که چرا داری تو این رابطه ادامه میدی هنوز. این رابطه همینجوری داشت طی میشد تا رسید به 4 سال. دیگه روند تغییر کرده بود، من بودم اونی که تاقچه بالا میذاشتم و یه خورده اون از موضعی که از بالا به پایین نگاه میکرد تغییر حاصل شده بود توش. یه روزی 5 شنبه بود، دقیقاً فکر میکنم 28 یا 29 بهمن ماه بود، چند روز قبل تولدش. من به هی زنگ زدم، 5 شنبه بود، قشنگ یادمه، 5 شنبه بود، ساعت 7 شب من به هی زنگ زدم، دیدم خیلی سرسنگین داره با من صحبت میکنه. گفتم چرا انقدر سرسنگین صحبت میکنی؟ گفتش که من پیش دوست پسرم. ناراحتی که من واسم اتفاق افتاد نه فقط به خاطر این بود که انگار به هم خیانت شده، حالا حتما همینطوره، اون آدم خودش رو دیگه تو رابطه با من نمیدیده و شاید از نظر اون اصلا خیانتی دیگه نبوده، چون رابطه من با اون تموم شده بوده. ولی چیزی که این اشتباه اون بوده، الان که توی این سن و سالم اینجوری دارم منطقی صحبت میکنم، اون موقع متوجه نبودم، این بود که من چند روز قبل این اتفاق بهش گفتم که ببین من احساس میکنم رابطمون رو به سردی داره میره، دوباره مثل قدیم داره میشه، تو دوباره دلت تو این رابطه نیست، بیا اگه اینجوریه صلح و صفا در دوستی، ما با هم خاطرات خوب زیاد داشتیم، جدا شیم مثلا. گفت نه تو داری باز منو متهم میکنی، تو بدگمانی، پارانوید، فلان بیسار. به من یک سری انگ ها چسبونده، یک سری برچسب ها به من زد که من گفتم خب اوکی حتما من اشتباه میکنم دیگه، ولی درست داشتم حس میکردم این آدم دیگه تو اون رابطه نبود. و میگن آفتاب اومد دلیل آفتاب، خب چند روز بعدش نشون داد که واقعا هم تو یک رابطه است. و اون موقع داشتم فکر میکردم که این با یک پسری بیرون بوده و از شانس بدش من زنگ زدم، گوشی زنگ خورده، پسره گفته که جواب بده. خب فهمیده من دوست پسرش بودم دیگه، حتما بهش گفته این دوست پسر سابقم، گفته جواب بده، بهش بگو پیش دوست پسرت. اینم جواب داده، یعنی حتی من رو به اون آدم فروخته، یعنی نکرده مثلا اون پسری که تازه باهاش آشنا شده بگه آره دوست پسرم اونه هستن. میدونی اون موقع ها فکر میکردن دیگه، خب اون اگه میخواست که تو رابطه بمونه که یک رابطه جدید رو شروع نمیکرد. و جالبش این بود که اون جواب داد و به من گفت من پیش دوست پسرم. من دیگه خیلی حالم بد شد، چون که همش من میگفتم نه این تو رابطه ای نیست و خیلی خوبه و درست میشه رابطمون و نه شما همگی اشتباه میکنید و خب اتفاق افتاد دیگه. یعنی چیزی که ترسم بود واقعا سرم اومد. اتفاق بدی هم الان فکر میکنم خب نبوده، ولی اون موقع آدم خیلی دیگه دچار فروپاشی میشه. من بسیار افسرده بودم، معده دردای بسیار شدید داشتم، همش به این فکر میکردم که من 4 سال زندگیم رو چیکار کردم، صرف چه آدمی کردم. همش پیش خودم فکر میکردم من خاطره دارم با این آدم، من با این آدم جای جای مازندران رو رفتم، شمال و محمود آباد و نمیدونم همه این جاها رو باهاش پیاده راه رفتم، بغل این کمربندی‌های شمال، میدون تجریش با این آدم رفتم. چجوری قراره من خاطره جدید تو اون مکان‌ها بسازم؟ ولی زمان به من آموخت که خاطره‌های جدید در مکان‌های جدید، بر مکان‌های قدیمی حتی
ساخته میشن دوباره. یعنی اینجوری نیست که تو فکر کنی اون آدمه مثلا دیگه در زندگی تو نیست و تو تباه شده زندگیت. میتونی تباهش کنی، میتونی هم نه، بپذیری تغییر رو و بیفتی رو اون تغییر جدید. برادر من به من پیشنهاد داد که تو که حالت بده همش کنج عزلت گرفتی بیا بریم مهمونی. برادرم یک جایی رو دوست داشتن نزدیک کرشت سمت جاج رود. اونجا پنجشنبه جمعه ها اشغال میکردن، میزدن، میرقصیدن، استخر میرفتن، پوکر بازی میکردن، از این چیزا. منم که اصلا اهل این فضاها نبودم، من فضام هنری بودم میشه. حتی عشق و حالام هم عشق و حال‌های هنری بود. من به اون مهمونی ها رفتم و دیگه با دوستاش دوست شدم و هنوزم دوستای خوبم هستن و خب هم سن و ساله برادرم هم بودن، یعنی متولدین 64 65 63 تو این رنج بودن. اونجا یه روزی یه پسری اومد که گفتش که من یک جلسه ای میرم، جلسه شعرخوانیه توی خیابون دولت، خیابون نعمتی، انجمن شعر و ادب. اونجا سهیل محمودی قدیم نمیدونم یادتون هست شبکه 2 برنامه داشت، انسان شریفی هم بود این آدم. گفتش که بیا بریم جلسه شعر و ادب اونجا، بیا اگه دوست داری هم موسیقی میزنن هم فلان. منم اون موقع تنبک نواز بدی نبودم، من از سال 77 78 تنبک رو شروع کردم. تمام مقام ها رو هم دارم، از جشنواره و نمیدونم مقام اول استان و همه چی رو دارم توی رزومم. خیلی هم مفتخر نیستم بهشون بر این مبنام. الانی که اینجا وایسادم خیلی جشنواره هامون چیز قابل افتخاری نیست، ولی تنبک نواز بسیار قابلی بودم. الان خب خیلی وقت تمرین نکردم، دستم به مشکل خورده، نمیتونم خیلی ساز بزنم. من رفتم جلسه شعر به برگزاری، به میزبانی آقای سهیل محمودی. اونجا تنبک زدم و ایشون فکر می‌کنه مثلا قراره یک استادی بیاد و اونجا تنبک بزنه. نمیدونست که مثلا یک جوون مثلا 24 ساله است، سال 94 شده بود دیگه، 24 ساله است که قراره تنبک بزنه. من تنبک زدم و اینا همه تشویق و وای چقدر تو خوبی، چقدر تو فلانی. من انگار یک انرژی در درونم شکل گرفت تازه، چون که یک عمر مثلا سرکوب شده بودم، یعنی تو یک عمر که حالا 4 سال سرکوب شده بودم، یک عمر که همون 4 سال همش دوچار این بودم که من چیزی نیستم و اون تو رابطه خیلی آدم ارجح‌تری نسبت به من و دوچار کمبود اعتماد به نفس شده بودم. ولی فهمیدم که نه، من هم واسه خودم شاید چیزی باشم، شخصی باشم واسه خودم. این شد که من این جلسه ها رو دیگه مداوم دوشنبه ها شرکت میکردم. دیگه دوشنبه به دوشنبه من میرفتم اونجا، همه شعر میخوندن و من ساز میزدم و از این قصه ها. اون موقع خدا بیامرز استاد محمد اسلامی ندوشان زنده بود و یک بزرگداشت و تجلیلی از ایشون اونجا برگزار کرده بودن توی انجمن شاعران. خیلی ها بودن، حتی خبرگزاری ها پوشش دادن این تجلیل و بزرگداشت رو. منم خب مثل هر دفعه دعوت شدم و اونجا ساز زدم و خب اولین بار بود فکر میکنم که دختر آقای قیصر امینپور رو من اونجا دیدم. استاد قیصر امینپور خدا بیامرز، دخترش به همراه خانومش بعضی از جلسه ها رو شرکت میکردن. اونجا اولین بار بود که شرکت کردن و من دیدمشون. حالا یک سلام علیکی اتفاق افتاد، یعنی خب من به عنوان یه آدم همینجوری مثلا نبودم که هر دفعه توی اون جلسه شرکت بکنم و یه بیت شعر بخونم. خب اونجا تنبک من زدم به عنوان یک
شخصیت نسبتاً برجسته تری اونجا شناخته شدم. دیگه جلسه های بعدی هم شاید جلسه های قبلم می اومد دختر قیصر امینپور و من نمی دیدمش. اسمشون هست آیه امینپور. من آیه رو اونجا دیدم و دیگه از اون به بعد یه سلام علیکی بین ما ایجاد شد. من توی اینستاگرام آیه رو فالو کردم. فکر میکنم شمارش هم از مثلا توی اینستاگرام ازش گرفتم یا چی. یه بار یکی از شعرهای پدرش رو دکلمه کرده بودم. من از سال 94-95 گویندگی میکردم که حالا خیلی هم فکر میکنم خوشش نیومد. احساس میکنم که خیلی از دکلمه من خوشش نیومد. توی پیج آیه من میدیدم که همیشه با یک خانومی عکس میذاره، یعنی یه دوست بسیار صمیمی داره که اون خانوم دقیقاً چیزی قیافش که من همیشه خیلی دوست دارم و دوست داشتم. یه قیافه نچرال سفید رو هستش، موهای مجعد قهوه‌ای بلند داره، دست نزده به صورتش، خیلی آرایش نداره هیچ وقت، دندونای ردیف داره، دماغش یه خورده تیزه. دقیقاً چیزی بود که من همیشه دوست داشتم. بعضی از قیافه ها هست شاید از نظر یکی دیگه خوب نیاد، شاید از نظر یکی دیگه خوب بیاد. یعنی اینجوری نیست که مثلا متفق القول باشن همه، با این که اون آدم متفق القول خیلی ها میگن که زیباست. حالا اون آدم کیست؟ یک دختری بود به اسم فاطمه که من دیدم همش باش عکس میذاره. منم فالوش کردم ولی هیچ سلامی، احوال پرسی، هیچی من به این خانم هیچ وقت نگفتم. هیچ. من این خانم رو فالو کردم و یه روزی یک حرکت یوگایی انجام داده بود. مثلا بعد از 3 ماه از فالوی من گذشته بود، 4 ماه از فالوی من گذشته بود، یه حرکت یوگایی انجام داده بود و من فقط بهش دایرکت دادم آی. این آی من یه رو موند و جواب دادن که این خانم چی شد. همین با خنده و علامت سوال زدم. من بند بدنم به درد اومد. الان چه سالی هستش این قصه‌ای که تعریف میکنم؟ سال 1399. توی دوران کرونا هم بود، ساعت 4 صبح بود. یه حرکت یوگا بود که نمیدونم بهش میگم مرمید، همچین چیزی، من بلد نیستم خیلی. پاشو از پشت آورده بود نشسته بود، پاشو از پشت آورده بود گرفته بود. بعد دیگه همینجوری صحبت کردیم. گفتم عذرخواهی میکنم، من نصف شبی خیلی دارم پرچونگی میکنم، نشد خودمو معرفی کنم، من آرمین هستم. بعد اومد که جواب حرف قبلیمو بده این خانم، که بگه که نه بابا مثلا من بیدارم و حالا مثلا خیلی هم اتفاق بدی نیست، فکر نکن 4 صبح من خوابم میاد و اینا. زد نه من جغدم. بعد این نه من جغدم افتاد پشت بند این که من آرمین هستم. بعد منم بلبل زبون گفتم اسمتون جغده؟ بعد او گذاشتم. من فکر کردم جغد، جغد، اسمتون خیلی پیچیده است. بعد دیگه این آدم خیلی خندید و خیلی شیفته شد و بعدن گفت شیفته شده، حالا من اون موقع که نمیفهمیدم که. بعد من ریشه بلند موی بلند گفتم که یه عکس واسش بفرستم ببینم مثلا نظرشه. یه عکس فرستادم و گفتش چه قیافه بامزه‌ای داری فلان. منم اون موقع یه سری مچاپا کار میکردم، کارهای موسیقی و اینا بود. گفتم بذار ضربه آخر رو محکم‌تر بزنم. این که الان میبینم اینقدر اهل فرهنگ و ایناست، اینقدر دوست داره، چون خیلی کتاب خون بود، میدیدم که آدم پرمغزیه، آدم سطحی نیست. واسه یه سری مچ آپامو که مثلا واسه شجریان بود و نمیدونم آهنگای کلاسیک بود که آهنگای کلاسیکو با مثلا شجریان، شهرام ناظری، گلپا اینا مچ میکردم که خیلی هم یه زمانی مد شده بود، اون موقع مد نبود خیلی. من اینا رو واسش فرستادم و پادکستامو واسش فرستادم و دیگه گفتش که وای چقدر تو بامزه‌ای فلانی بیساری، چقدر کارات خوبه. شمارش رو گرفتم و این شد که من با این خانم آشنا شدم دیگه، به عنوان دوست در کنار هم دیگه بودیم. گفتش که یه عکس بعدن از خودت بگیر که موهات باز هستش من ببینم موهات چه شکلیه. منم گفتم باشه. من عکس رو گرفتم فرداش ولی نفرستادم. گفتم شاید اون روزی من خیلی حرف زدم این توی مثلا
تعارض با خودش بوده، رو درواسی بوده، گفته که عکس رو واسه من بفرست. فرداش خودش به من تکست داد سلام حالت چطوره؟ گفتم سلام خوبی؟ گفت چرا عکس رو نفرستادی؟ مگه نگفتی عکس میگیرم واسط فردا که ببینم چه شکلی با موی باز و اینا؟ چون اون موقع موهام بسته بود روزی که با هم آشنا شدیم. من گفتم که وای من مزاحم نمیخواستم بشم و نمیخواستم فکر کنی که فلانه و بیساره و دیگه این خیلی دیگه خوشش اومد. دیگه من با این خانم آشنا شدم و یواش 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 رابطه ما شکل گرفت. چیزی که الان دارم صحبت میکنم این خانم 5.5 سال هستش که ما با هم با افتخار در رابطه هستیم و ایشون الان 3 ساله که همسر بنده هستن. خیلی چالش ها ما در زندگیمون با هم داشتیم، با اطرافیانمون حتی داشتیم، ولی پاش وایستادیم، با هم صحبت کردیم، ذره ذره بند به بند گره ها رو باز کردیم. خیلی ها شاید از بیرون رابطه ما رو ببینن بگن وای چقدر شما خوشبختین، به اون بگن دوستای اون وای تو چقدر خوشبختی، دوستای من به من میگن وای تو چقدر خوشبختی و شانس آوردی، ولی نمیدونن که ما پوستمون کنده شده واسه اینکه به اینجای رابطه برسیم. حالا نکته این داستان چیست واسه من؟ حالا شاید هر کسی نکته های مختلفی از هر داستانی برداره. نکته من اینه که هر اتفاقی در زندگی شما میفته، بچه‌هایی که ترید و اینا میکنن، شورت ترم و لانگ ترم و اینا رو خیلی خوب میدونن. یه نمودار توی صفحه های این معادله های رمزارز و طلا و اینا که زمان رو به شما نشون میده. مثلا خیلی ساده بخوام بهتون بگم، میتونی شما ثانیه‌ای ببینی نمودار رو، هفتگیش کنی، ساعتیش کنی، ماهیانه، سالیانه، هر چیزی که شما فکر میکنی مثلا به کارت میاد. شما بعضی وقتها توی شورت که قرار میدی، یعنی زومین که میکنی به اصطلاح، میبینی که مثلا معامله خیلی به ضررت بوده. یه چیزی رو خرید کردی، طلایی خریدی که مثلا 2 ساعت بعد قیمتش افتاده، ولی در لانگ که نگاه میکنی میبینی نه، تو توی بلند مدتت مثلا تو سالیانت چقدر سود کردی، چقدر این نموداره رو به رشد بوده. خیلی وقتا ما در زندگیمون همون شورت رو در نظر میگیریم، یعنی نگاه میکنی وای تو این روزا چقدر داره به من سخت میگذره، که حتما میگذره. اینجوری نیست که ما بگیم که نه بابا درد تو چقدر کوچیکه درد من بزرگه. حتما درد هر کسی واسه خودش خیلی بزرگه. من حرفم اینه، پوینت حرفم اینه که شما یه خورده زوم اوت کن، بذار توی 10 سال اخیر ببین اتفاقات بیشتر صفحش به ضررت بوده یا به نفعت بوده. اگه به ضررت بوده تلاش کن به نفعش کنی، اگرم به نفعت بوده کمتر میتونی غر بزنی، میتونی این امید رو به خودت بدی، همونجوری که حافظ میگه چون سر آمد دولت شبهای وصل، بگذرد ایام هجران نیز هم. شادیه چطور گذراست، عروسیه چطور تموم میشه، حتما عزا هم تموم میشه، اون عزاداری، اون سوگه هم تموم میشه. من اگه در هر یک از این پروسه هام یکیش قطع میشد، به زبون ساده تر بگم، من اگه با اون پارتنر اولیم آشنا نمی شدم، الان در این رابطه نبودم، چون افسرده نمی شدم که برم تو اون جلسه یه شعر که فلان فلان. اگر اون آدم به من خیانت نمی کرد، من باهاش تو رابطه بودم و من اونجا افسرده نمی شدم و فلان فلان. اگر من افسرده نمی شدم، برادرم به من پیشنهاد نمی داد که برم تو اون جمع دوستاش، با اون آدم آشنا نمی شدم، جلسه شعر نمی رفتم، دختر قیصر امیرپور رو نمی دیدم و با خانم فعلیم، با پارتنر فعلیم آشنا نمی شدم. هر یک از این پروسه ها قطع می شد، من الان زندگی که شاید به نسبت ازش خوشحال هستم رو نداشتم. پس ما نتیجه میگیریم پارتنر اول من به این پارتنر وصله، همه ی قصه های ما به هم وصله.
یعنی اینجوری نیست که هر قصه ای از ما جدا واسه خودش دارای معنی باشه و دیگه به بعدیش ربط نداشته باشه. همون جوری که موراکامی میگه طوفان که میخوابه ما هرگز اون آدم قبل نیستیم. چیزی توی ما جوونه میزنه که حاصل همون سختی است، همون طوفان است. این روایت همینجا به پایان میرسه. امیدوارم که واسهتون جذاب بوده باشه این روایت. امیدوارم که روایتاتون همیشه باب میلتون باشه. تا روایت بعدی، بدرود.